متسو سوپرانوی درخشان در هماوایی فرهنگ‌های شرق و غرب. آنوشا نظری، او هنرمند برجسته ایرانی به عنوان یک متسو سوپرانوی کلاسیک با پیوند فرهنگ‌های ایرانی و اروپایی از طریق موسیقی هنرش را به پلی میان دو جهان تبدیل کرده است. آنوشا تا به امروز در معتبرترین سالن‌های جهان همچون فیلارمونی مونیخ و تئاتر شانزلیزه به اجرا پرداخته و آلبوم‌هایی همچون نوای نیاکان و می ناب نکوداشت خیام را در سال 2024 منتشر کرده که به مضامینی چون عشق و لحظه‌گرایی در اشعار خیام می‌پردازد. تو را می‌خوام وگرنه او به طور مستمر در فستیوال‌های ملی و بین المللی در فرانسه و اروپا شرکت می‌کند و به اجرا می‌پردازد و به طور منظم در مصاحبه‌های فرهنگی و موسیقیایی در رسانه‌های فرانسوی حضور دارد.